به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز. بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز است. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. وزارت مالیه در حسابات خطا کرد یا در تنقید تالکو؟ برای راهاندازی استراتژی ملی رشد 118 میلیارد و 100 میلیون دلار ضرور است. رئیس بانک ملی میگوید باوری مردم به بانک‌های تاجیکستان افزوده است. تهدید محافظان امامعلی رحمان به مخالفان: شما را در اروپا هم میکشیم. وزارت مالیه تاجیکستان با پخش یک گزارش دیگر درباره وضع مالی شرکت آلومینی تالکو گفته است. در گزارش قبلی به خطا راه داده این شرکت را سهوا به پنهان کردن درآمدش عیبدار کرده است. قبلا وزارت مالیه دعوا کرده بود تالکو بیش از 1.1 میلیارد دلار درآمدش را دوام سالهای 2010-2015 از دولت پنهان کرده است و اندازه آن را نسپاریده است. شرکت آلومینی این دعوای وزارت مالیه را به اساس خوانده بود. کارشناسان این بحث وزارت و تالکو را تقسیم قدرت ارزیابی کرده تخمین زده بودند این بحث میتواند به استعفای وزیر مالیه یا رئیس شرکت آلومینی رساند. گزارش دوم پورا با لحن عذرخواهی نوشته شده است و وزارت 1.1 میلیارد پنهانکاری گزارش قبلی را خطای تکنیکی عنوان کرده است. اما چگونه این خطای تکنیکی رخ داده است و چرا تنها بعد یک ماه آن را اعتراف کرده است خبر نداده است. اینچنین وزارت مالیه سبب کم شدن استحصالات در تالکو، ضررهای مالی آن، قرض هنگفتش و غیره را عیب بحران مالی دانسته با فرق از گزارش قبلیش شرکت آلومینی را پورا سفید کرده است. متن پورا گزارش وزارت را در سامانه پیام نت بخوانید. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان امروز 1 دکبر سال روان هنگام معرفی لایحه استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در پارلمان کشور اظهار داشت که برای زندگی شایسته مردم تاجیکستان حدود 118 میلیارد و 100 میلیون دلار آمریکایی لازم است. در همین حال وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفته است که تا سال 2030 کشورش از وابستگی اقتصادی ممالک دیگر رها یافته در همین زمینه عامل‌های بیرونه کاهش خواهند یافت و جمهوری به امنیت انرژتیکی مشرف خواهد شد. وی تاکید کرده است در نظر است که حجم مجموعه محصولات داخلی سری هر ساکن 2 برابر زیاد شود. استحصال صنعتی 4.5 برابر افزایش می‌یابد. تاجیکستان از کشور اگراری به اندستریالی اگراری تبدیل می‌یابد و برای این تمام امکانات موجود میباشند. تعبیر زندگی شایسته مردم قبلا از زبان رئیس جمهوری تاجیکستان صدا داده است. وی هنگام بررسی برنامه استراتژی رشد ملی برای دوره سال 2030 در جلسه حکومت در این رابطه اظهار نظر کرده و به مردم جمهوری وعده داد که در 15 سال آینده تاجیکستان را به کشوری شکوفان مبدل می سازد و برای ملت زندگی شایسته فراهم می نماید. قبلا همین وعدهش را او سال 2000 برای سال 2015 کرده بود. جمشید نور محمد زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان به این نظر است که باوری مردم به بانک‌های کشور افزوده است. نوابسته از مشکل چند بانک حجم پسندازهای مردم و کارخانه‌ها بیشتر شده است. نور محمد زاده که در جلسه مجلس نمایندگان شرکت میکرد گفت نسبت به آغاز سال جاری پسندازهای شخصان انفرادی و حقوقی 13% افزایش یافته از 8.4 میلیارد اولی سال به 9.5 میلیارد سومانی رسیده است. این در حال است که هزاران نفر مشتریان 2 بانک بزرگ کشور تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک ماه‌های زیاد نمیتوانند پسنداز خود را بازپس بگیرند. در مورد مشکل پرداخت پسندازهای مردم نور محمد زاده گفت فردا 2 دکبر جلسه گروه کاری تحت رهبری سروزیر کشور برگزار خواهد شد. رئیس بانک ملی مطمئن است که فردا به این مسئله نقطه گذاشته خواهد شد. نور محمد زاده همچنین اطلاع داده است که بانک‌های تاجیکستان سال جاری به مبلغ 5.8 میلیارد سومانی قرض دادند. تورم باشد در سال جاری به اطلاع رئیس بانک ملی 7% را تشکیل داده است. برای سال آینده هم او همین رقم را تخمین زده است.
رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان بعد از اشتراک در سمیت آب و چند واخوری‌های دیگر در شهر بوداپشت ونگریا با سفری رسمی عازم شهر پراگ جمهوری چخیا شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور در این سفر امامعلی رحمان را وزیر کارهای خارجی سیراج الدین اسلف، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های رابطه‌های خارجی اعظمشاه شریفی، پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان یوسف رحمان و چند از دیگر مسئولین بلندپایه کشور همراهی میکنند. نزد کاخ پرزیدنت چخیا یک عده از مخالفان سیاسی تاجیک حاضر شده حین آمدن امامعلی رحمان علیه او شعارپرتایی کردند. نوریدین رضایی، یکی از فعالان سیاسی گروه 24 به خبرنگار ما گفت هرچی درد و داغی دل ملت بود با صدای بلند به سوی امامعلی رحمان شعارپرتایی کردیم و در جواب محافظان پرزیدنت به ما حمله نموده با تهدید گفتند شما را در اروپا هم میکشیم. بعد این خرخشه و هجوم محافظان امامعلی رحمان و مخالفین، محافظان رئیس جمهوری تاجیکستان از طرف پلیس جمهوری چخیا بازداشت شدند، چون این تهدید آنها نه تنها به مخالفین بلکه به امنیت جمهوری چخیا هم هست. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. رئیس جمهور قرقیزستان المازبek Atamboyev ضمن نشست مطبوعاتی بخشیده به جنبست سال گفت پایگاه حربی روسیه در این کشور بعد انجام مهلت شرطنامه بسته خواهد شد. رئیس جمهور قرقیزستان همچنین گفته است قرار بستن پایگاه حربی آمریکایی گانسی که در فرودگاه بین المللی بشکک جایگیر بود درست بوده است. من بعد قرقیزستان باید به قوای خودش امید بندد و تکیه کند. این به پایگاه حربی روسیه هم تعلق دارد، قید کرده است اتامبایف. همچنین اتامبایف امروز اعلان کرد که از شرکت در انتخابات پرزیدنتی در قرقیزستان دست میکشد. صدها هزار مردم شرق حلب که در محاصره ارتش بشار اسد قرار دارند بی نان مانده اند. در نتیجه بمباران دو روز اخیر از طرف هواپیماهای رژیم و روسیه آخرین کارخانه نانپزی این منطقه از فعالیت باز مانده است. تنها در نتیجه بمباران 15 روز اخیر نزدیک به 800 نفر ساکنان شرق حلب به شهادت رسیده اند. در سال 2015 به ترکیه 36 میلیون و 244 هزار سیاح وارد شدند که در نتیجه این کشور بیش از 34 میلیارد دلار فایده به دست آورده است. در سال 2016 شمار سیاحان کمتر شده است، اما مقامات کشور در صددند با ترغیب بیشتر و اجرگذاری شرکت‌های سیاحی در سال 2017 شمار سیاحان را افزایش دهند. از جمله شرکت‌های سیاحی به هر طیاره سیاح 6000 دلار از دولت مکافات می‌گیرند. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. شرح مفصل خبرهای ما را از پایگاه خبری پیام نت و گزارش‌های ویدیویی ما را از یوتیوب پیگیری نمایید. برایتان خبرهای خوش و خوشی‌های زندگی را تمنا می‌نماییم. تا بخش‌های نوبتی، خیر، خدا حافظ.